وقتی که به طواف در آمد و کعبه را دید، دیگر از تلبیه گفتن باز میستد. یعنی تلبیه در عمره تا همینجا، لبیک اللهم لبیک تا همینجا، تا دیدن کعبه. سپس به طواف شروع میکند و شرط طواف این که باید طهارت داشته باشد انسان. یعنی بی طهارت طواف حساب نمیشد. وقتی که به صحن حرم در آمدید، به نزدیکی کعبه رفتید، ثم یقصد الحجر الاسود، راست به نزد حجر الاسود نیت کرده میرد. یعنی بگذار به نزد حجر الاسود نرود، هم بر روبرویش میرود. طواف از همان روبروی حجر الاسود شروع میشه. حجر الاسود در برج کعبه هست، در نزدیکی دری کعبه. یعنی همان برج کعبه میرد، در همان جا چراغک های سبز ماندگی هستند. یعنی ابتدای طواف نوشتگی هست. از همونجا مردم که میبینه بسم الله الله اکبر گفته با دستشون به سوی سنگ اشاره میکنن. بعضی حاجی ها وقتی که دید که حاجی هایی که از خودش پیش لبیک بسم الله الله اکبر گفتن، آنها هم از همون جاشون ایستاده بسم الله الله اکبر میگن. حالی نرسیدیم به روبروی حجر الاسود. تقلید کورانی، یعنی که نادیده تقلید کردن. برای اون آدم ها به جاش رسیدن. اونا مثلا 5 متر 10 متر از اینها پیشتر هستن. اونا رسیدن به روبروی سنگ، دست برداشتن بسم الله الله اکبر. و شما برای چی میگوید؟ شما نرسیدید. یعنی که تقلید در حاجی ها بسیار است و بدون علم حج و عمره میکنن. یکی از خطاگی های عظیم است.